به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم عالی باشید. من علیرضا احمد بنا هستم و اینجا استودیوی 14 به جلسه 7 از دوره بی‌نظیر سفر درونی منزل 3 خوش آمدید. اول باید بگم که ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کند باز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوم باید بگم که از دست و زبان که برآید، که از عهده شکرش به درآید. الحمدلله کما هو اهله. سوم باید بگم که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. و چهارم باید بگم که خیلی مخلصی. امیدوارم عالی باشید. هر زمان که صدای من میشنوید، هر جایی که هستید، همه چیز براتون در بهترین حالت خودش باشه. خدا رو شکر میکنم که فرصتی مجدداً فراهم شد که یه جلسه انشاءالله بی نظیر دیگه رو با هم دیگه داشته باشیم، بشینیم و گپ بزنیم و از این هم صحبتی و هم فکری و از این صحبت ها که درباره قوانین زیبای خداوند هست، درباره مشیت الهی هست، با هم لذت ببریم. که همین صحبت ها خصوصیت اولش اینه که خب ساعتی رو که با هم میگذرونیم لذت میبریم، لذت حلالی و پاک و نه منظور چجوری بگم که درست در بیاد، در واقع مثل شراب طهور میمونه. یعنی در این حالی که ما رو مست میکنه، در این حالی که لذت عجیبی به ما میده، ولی واقعیه، لذتش مصنوعی نیست. لذت مصنوعی لذتیه که مثلا ممکنه نوشیدن الکل یا کشیدن مواد مخدر یه لذت مصنوعی میده. اما علم و دانش و آگاهی و صحبت از خدا، اون هم علم و دانش و آگاهی که درباره مشیت الهیه، یعنی قوانین تغییر ناپذیر زیبای الهیه، همونطوری که لذت داره در اون لحظه‌ای که راجبش صحبت میکنیم، همونطور هم پاک و گواراست و جانمون رو جلا میده، صفا میده. این خیلی اهمیت داره و وقتی خب این قوانین رو هرچی بیشتر راجبش صحبت میکنیم مسلط‌تر میشیم. بارها حضور نازنینتون عرض کردم فرق یک استاد دانشگاه با یک دانشجو در مورد یک مسئله که هر دو میتونن حل کنن چیه؟ یه مسئله ساده. فرق من و شما که میدونیم مثلا 6 تا میشه 36 تا، با یه دانش آموز دوم دبستان، قدیما ضرب و سوم دبستان یاد میدادن، حالا فکر میکنم دوم دبستان باشه، اونم میگه 6 تا میشه 36 تا. فرق ما با اون چیه؟ هر دو هم جوابو میدونیم. فرقش اینه که ما تکرار کردیم و به اون مسلطیم، شده بخشی از ذهن ما. اما اون بچه اون رو باید تو ذهنش محاسبه کنه، کلکولیت کنه. اون کلکولیت کردن 2 تا ایراد برای اون داره. First off takes time. اولش اینه که زمان میبره. Second of all، دومیش اینه که اون بچه به اون مسلط نیست، تو ناخودآگاهش نیست. این خیلی مهمه. اون بچه تو ناخودآگاهش اون ضرب نیست، ولی میتونه حساب کنه، بلده. اگه 1 ثانیه فکر کنه، 2 ثانیه فکر کنه، به ذهنش میرسه. فرق یه استاد دانشگاه با یه دانشجو در یک مسئله که هر دو اون مسئله رو بلده اینه که استاد دانشگاه از بس اونو تدریس کرده یا روش کار کرده مسلط شده. دانشجو وقتی بشینه اونو میتونه حل کنه، ولی تسلط استاد. این حرفایی هم که ما میزنی در اثر تکراره که تسلط پیدا میکنه. راهش هم از همونه. وقتی ما
6 تا 36 تا جدول ضرب رو یاد گرفتیم، اولش که تو سن 8-9 سالگی بودیم در همین سطح هوشیار ما بوده، در سطح آگاه ما بوده. انقدر تکرار شده حالا رفته در سطح ناهوشیار ما، در سطح ناخدا آگاه ما. ناخود آگاه یعنی خودمون ازش آگاهی نداریم. ناخود آگاه. unconscious. conscious یعنی آگاهی. unconscious یعنی غیر آگاه. این صحبت هم همینطوره. وقتی ما اینا رو با هم هی تکرار میکنیم، هر روز از یه زاویه‌ای بررسی میکنیم، هر روز یه چیز جدیدی بهش اضافه میکنیم، هر روز حلقه زنجیر بین این صحبت‌ها رو با هم دیگه تکمیل میکنیم، اینا از سطح هوشیار ما، یعنی از سطحی که فکر میکنیم، از سطحی که متوجهش هستیم، میره به سطح ناهوشیار، یعنی میره به سطحی که جزوی از کاراکتر ما میشه. واقعا خدا رو شکر میکنم. من یه کاری که در مورد خودم انجام میدم و در مورد دیگران هم انجام میدم، دوستانی که بیشتر با من در ارتباطن، بعضی از دوستان به دلایلی با من بیشتر در ارتباط هستن، حالا یا به صورت حضوری یا به صورت از راه دور تلفنی و اینها. خب اینها مسائلی رو از زندگیشون برای من تعریف کردن. من وقتی با اینها صحبت میکنم، براشون صدا میذارم، اینها حالا به یه ترتیبی هم نمیدونم راستشو بخوام چجوریه، ولی خداوند یک قدرتی در حافظه من در این زمینه گذاشته که یه وقتایی به صورت اعجاب انگیزی جزئیات زندگی مردم در خاطر من میمونه. یادمه در دوران تحصیل من درسای محاسباتیم خیلی قوی تر بود، یعنی یه درسی که میخواستم یه چیزی رو حفظ کنم برام خیلی سخت بود تو دانشگاه، ولی خب اون درسی رو که باید محاسبه میکردم 4 صفحه هم محاسبهش طول میکشید، تو محاسبه خیلی قوی بودم. اما در این مورد این کارم حالا یه جوریه که یه وقتی یه جزئیاتی از زندگی آدم در خاطر من میمونه به صورت عجیب و غریب. حالا anyway اینو میگفتم، وقتی من با این دوستان صحبت میکنم معمولاً یه اشاره‌ای میکنم به اتفاقات خوبی که در چند وقت گذشته در زندگیشون اتفاق افتاده و برای من تعریف کردن. مثلا گفته این پول رو از اینجا در آوردم، این کارم اینجا چیز شده، این قسمت سلامتیم خوب شده، این قسمت روابطم درست شده، این قسمت مثلا رابطم با فرزندم، با همسرم، نمیدونم این جای بدنم درد میکرد درست شده، مثلا این اختلاف و سر کار داشتم برطرف شده. معمولا یه یادآوری میکنم. دلیلش چیه؟ به 2 دلیل اساسی. دلیل اول، یادآوری نکات مثبت به من میگه که امکان افتادن اتفاق مثبت، probability occurring positive points، احتمال افتادن اتفاق مثبت زیاده. یعنی وقتی من بهش میگم ببینید مثلا شما خاطرتون هست این مشکل رو داشتید، بعد اینجوری شد، اون کار رو میخواستیم بکنین بعد شد، اون کار رو میخواستیم بکنین نشد، بعد فهمیدین که خیر شما درش بوده که نشده، این رو در ما زنده میکنه. وقتی زنده میشه باور ما قوی میشه. اصلا اطمینان به نفس یعنی چی؟ صحبت ها پراکنده نیست. اگر با دقت به عرض من گوش نکنی به نظرت میرسه که اینها پراکنده است، ولی اینا پراکنده نیست. اینا pieces of a puzzle، اینا تیکه های یک پازله که کنار هم دیگه است. اطمینان به نفس یعنی چی؟ self confidence. اطمینان به نفس یعنی این که من به خودم مطمئنم که از عهده یک کاری برمیام. این چجوری قوی میشه؟ 2 راه داره. یکی از راه‌های suggestion و
بفرمایید که سلف ساجستشن و افرمیشن و این چیزایی که از بیرونه، یکیش هم از روی تکرار میاد. من با تکرار اطمینان به نفسم میره بالا. حالا اینجا هم با تکرار اینکه نعمتهای خوب برای من اتفاق افتاده، با تکرار اینکه اتفاقات خوب در گذشته نزدیک من و یا حتی در گذشته دور من، با تکرار این اتفاقات باور من قوی میشه. یعنی من میگم آره این ماجرا درست اتفاق افتاد، آره راست میگه بابا، همین 1 ماه پیش بود که این کار منم درست شد، آره همین 2 ماه پیش بود که اون اتفاقم افتاد، آره من اگر اینجوری فکر نمی کردم، این کارو نمی کردم، هرگز الان اینجا زندگی نمی کردم، هرگز الان این روابط رو نداشتم. این که میگیم آره راست میگه، این باعث میشه که باور ما قوی شه. تمام ماجرا هم روی این باوره، اصلا تمام کار ما روی این باوره. وقتی ما باور میکنیم که متجلی میشه نعمتها به ما. این دلیل اولشه که یادآوری میکنم این خاطرات خوب رو. دلیل دومش، یادآوری خاطرات خوب حس خوب میده، یادآوری خاطرات بد حس بد میده. حس خوب مساوی با نتیجه خوبه، حس بد مساوی با نتیجه بده. ما چرا دائم دنبال حال خوبیم؟ چون همه چیزایی که میخوایم، چیزای خوب، اینها با حال خوب راحت و ساده و آسوده و شیرین و زیبا و دلچسب و متین و روحنواز و جانافزا و دلنشین به دست میاد. اگه حالمون خوب نباشه، با سعی و تلاش بیش از حد هم به یه موفقیت هایی میرسیم، اما با سختی و دلزدگی و رنج و مشکل. شیرین نیست ماجرا. اینی که میگم، داشتم اول صحبتم اینو میگفتم، من با دوستانی که با من زیاد در ارتباطن این یادآوری رو میکنم، اتفاقات خوب گذشتهشونو که به من گفتن و حالا به طرز عجیبی هم جزئیات زندگی مردم در ذهن من میاد. هرچند که برای من فرق نمیکنه کسی چه زندگی داره، چه بک‌گراندی داره، چه حالی داره، چه آینده‌ای داره، اصلا نه به من ارتباطی داره. ولی حالا به هر حال اینم لطفی از خداونده که حالا من یه چیزایی در خاطرم میمونه. همین کار رو داشتم میگفتم برای دیگران میکنم، برای خودم هم میکنم. یه وقتایی بعد نماز شروع میکنم به سپاسگزاری کردن تو دلم، با چشم بسته میشینم معمولا رو صندلی، چون اون حالت 2 زانو رو زمین نشستن اینها هم دیگه فشار میاره به من و چشممو میبندم و سپاسگزاری میکنم در مورد اتفاقاتی که تو این 3-4 سال گذشته برای من افتاده و اینجوری سپاسگزاری میکنم. میگم خدای ممنونم به خاطر این که بعد از 20 سال اتفاق افتاد، ممنونم به خاطر اون که بعد از 17 سال اتفاق افتاد، ممنونم به خاطر این که بعد از 30 سال اتفاق افتاد. یعنی اتفاقاتی که در زندگی من در 3-4 سال گذشته افتاده، خیلی از این اتفاقا یه چیزی حدود 20 سال 30 سال مثلا زمان گذشته تا این اتفاق افتاده. یعنی میتونسته 30 سال پیشم من به این مسئله احتیاج داشتم اگه اتفاق میافتاده، ولی بعد 30 سال اتفاق افتاده. یعنی من این مثلا یه مسئله برای من اتفاق افتاده، من این مسئله رو 17 سال پیشم میخواستم، 15 سال پیشم میخواستم، 10 سال پیشم میخواستم، ولی اتفاق نمیافتاد. ولی تو این چند سال برای من اتفاق افتاده. اینا حال منو عالی میکنه، عالی هست حال من، عالی تر میکنه. میگم آره میشه. این همه مدت من میخواستم این کارو بکنم، حاضر بودم با این شرایط این کارو بکنم، با این
امکانات این کارو بکنم، تو این شهر این کارو بکنم، اینجوری این کارو بکنم. وقتی که زمان مناسبش رسیده، تو بهترین موقعیت، تو بهترین مکان، تو بهترین زمان، با بهترین شرایط، با لذت بخشترین شرایط، با بهترین حالتها، اون کاری رو که میخواستم بکنم یا اون اتفاقی که میخواسته بیفته افتاده و چه نتیجه اعجاب انگیزی داشته. اتفاقی که من 30 سال میخواستم مثلا یک کاری رو انجام بدم، اصلا فکر نمی کردم بشه، بعد 30 سال این اتفاق افتاده. چه شیرین افتاده، چه جای خوبی افتاده، به چه دست زیبایی انجام شده، چقدر لذت بخشه و چه نتیجه شگفت انگیزی. الله اکبر، الله اکبر، الحمدلله، تمام هو له، سپاس خدا را آنگونه که او شایسته اوست. این چه ویژگی داره؟ این اولا حال منو خوب میکنه، دوما باور منو قوی میکنه. اصلا همه ماجرای ما هم رو حال خوبه، رو باور قویه. سوما که حالا من در مورد دیگران که اینو گفتم به این نکته سوم اشاره نکردم، اینجا اشاره میکنم. سوما وقتی ما میریم تو مود سپاسگزاری، تو مود gratitude، تو مود سپاسگزاری، فرکانس ما عوض میشه. حالا بگیم body frequency or soul frequency ما عوض میشه. نزدیکترین فرکانس به فرکانس خداوند، یعنی به فرکانس حاکم بر جهان، به فرکانسی که controls everything، همه چیز رو under his control داره. نزدیکترین فریکونسی به این فریکونسی فرکانس سپاسگزاریه. اصلا خیلی ها میرن کتاب اسمش چیه؟ کتاب معجزه سپاسگزاری خانم راندا برن رو میخونن. 28 روز تمرین سپاسگزاری داره. اتفاقات عجیبی تو زندگیشون میفته. چرا؟ چون میرن تو مود سپاسگزاری. اون مثلا میگه حالا امروز راجع به این سپاسگزاری کنی، فردا راجع به اون. خلاصه یه برنامه میده، هیچ چیز پیچیده‌ای هم نیست، شما هم میتونین این کارو بکنین. خلاصش هم همینی که من میگم. صبح که از خواب بیدار میشین، شب که میخواین بخوابید، اینها سپاسگزاری کنید راجع به نعمت‌هایی که دارید، از ساده ترین چیزها. یعنی همین رخت خوابی که روش خوابیدید، خیلی ها اینا ندارن. تو این اتاقی که هستید خیلی ها اینجوری نیست. خیلی ها 5 نفر تو یه اتاق میخوابن، تو کانکس میخوابن. شما میتونید تو یک اتاق بخوابی. حالا اگر متأهل هستید با همسرتون یا فرزندتون یا تنهای خودتون، یک اتاق دارید، یک بستر دارید، یعنی یه تختی هست. از سرما و گرما محفوظید. این دیگه مینیمومیه که همه ما داریم. الان کسی هست بین شما بیاد بگه نه من تو گرم خونه میخوابم، من تو گرم خونه شهرداری میخوابم، من هوملسم، تو تنت زندگی میکنم، عرب سیتی هم، مثلا زیر پل زندگی میکنم؟ نیست که همچین کسی. همه ما بالاخره توی خونه اجاره‌ای، توی خونه خودمون، تو خونه پدر مادرمون، بالاخره یه جایی تو خونه همسرمون، یه جایی یه تختی داریم دیگه. از سپاسگزاری راجع به همین، تو سپاسگزاری راجع به گوشی که میشنوه، چشمی که میبینه. و یکی از بزرگترین سپاسگزاری ها این که تو این دوره‌ای، آخه خود من چجوری سپاسگزاری کنم که تو این دوره‌ام؟ خب منم تو این دوره‌ام، با شما هم دیگه، ما هم با همین. بارها گفتم یه وقتی شما زنگ میزنین با من یا صدا میذارین برای من یه چیزایی رو میگی، من انقدر از شما یاد میگیرم که حد و حساب نداره. یه وقتایی از بزرگواری شما متعجب میشم. یکی اومده پول داده، مثلا مادرشو ثبت نام کرده، پولشو داده، من اینو آوردم گذاشتمش تو کلاس. بعد به من پیام میده آقا ممنون که مادر منو گذاشتین تو کلاس. بابا پولشو دادی، من که مجانی نذاشتمش، پولشو دادی برای اینو گذاشتم تو کلاس. خودت پول دادی، دوست صمیمی من هستی، میدونی برای من عزیزی، مثل همه بچهای دیگه. پولشو دادی. بعضی وقتا بعضی دوستا بیشترم میدن، خیلی عجیبه، میگن آقا این هدیه از طرف ما بده.
بعد تشکر میکنن، میگن ممنون که ما رو گذاشتی تو کلاس. اصلا این بزرگواری آدما منو متعجب میکنه. سپاسگزاری در مورد اینکه تو این دوره با هم هستی. این سپاسگزاری فرکانس آدم عوض میکنه. فرکانس آدم نزدیک میشه به فرکانس خداوند، یعنی فرکانس حاکم بر جهان. وقتی فرکانسمون به فرکانس خداوند نزدیک میشه، یعنی در جهت جریان قرار میگیری. وقتی در جهت جریان قرار میگیری رفیق، پارو رو بنداز. جریان خودش تو رو میبره، احتیاج نیست پارو بزنی. پارو زدن یعنی زور زدن، به معنی حرکت کردن نیست. حرکت رو بکن اما زور نزن. زور زدن ماجرا رو خراب میکنه. تو این دنیا احتیاج به زور زدن نیست. حالا شما همینو بیا به یکی بگو آقا احتیاج به زور زدن نیست. میگه چی؟ زور زدن نیست؟ پس برو بشین تو خونه یه گونی پول از آسمون بیفته رو سرت. نه، بارها گفتیم اگه گفتیم یه قدم از برید عقب از پشت بوم که پرت نشید پایین، گفتیم یه قدم برید عقب، نگفتیم 100 قدم برید عقب که از اون ور پشت بوم با مخ بخوریم زمین. که زور زدن یعنی تلاش بیخود کردن، یعنی پاروی الکی زدن. در جهت جریان زندگی ما دیر و زود نداریم. پروانه اینجوری نیست که تو پیله که هست، وقتی کرمه تو پیله هست میخواد پروانه بشه تلاش بکنه زودتر پروانه شه. این نیست، این ماجرا درست نیست. جوجه ای که در تخمه میخواد بیاد بیرون تلاش کنه، بگیم آقا سعیتو بکن، تلاشتو بکن که بیای بیرون. و من اون مثلا یه ذره زودتر بیاد بیرون. نه، این ماجرا نیست. اون باید تا زمان مناسب اون تو بمونه. حالا پس علیرضا جون ما هیچ تلاشی نکنی؟ چرا؟ تلاش کنیم، اما به این ترتیب که میگم تلاش کن. 3 نکته رو در نظر بگیر. 1، 99% تلاش ذهنیه. علیکم انفسکم. 1% تلاش فیزیکیه که بر اساس شهودت باید اون اعمال فیزیکی رو انجام بدی. تمام. و این نکته دوم بود. پس 99% ذهنیه، 1% فیزیکی که اونم بر اساس شهودت، بر اساس حست، بر اساس قطب نمای درونیت عمل میکنی. این 2 نکته. نکته سوم، تلاش کردن با زور زدن فرق میکنه. شما یه پیچو وقتی پیچ گوشتی داشته باشی، سکرو درایور داشته باشی، اونو راحت باز میکنی. اون پیچ گوشتی نداشته باشی، هر چی با دست تلاش کنی اون پیچ باز نمیشه. شما وقتی جره ثقیل داری، تیراهنو بر میداری، تلاش میکنی. زنجیر رو میری میبندی به تیراهن، میری اونجا اهرم‌های اون چیزو میکشی و خلاص ماشین و جره ثقیل رو روشن کنی، تیراهن رو مثل قند و نبات بلند میکنی. این کار دیگه داری، کار رو انجام میدی. اما فرض کنی ماشینه نباشه. وقتی این ماشینه نباشه، شما هی بیا زیر تیراهن بگیر، فشار بیار به خودت، تیراهن تکون نمیخوره. هی تلاش کن، بگو من از صبح ساعت 4 میرم عرق میریزم، خدایا از من حرکت از تو برکت، میرم زیر تیراهن رو میگیرم. نه، یه جایی دانشمندان نشستن فکر کردن، از روی قوانین فیزیک دستگاهی به اسم ماشین جره ثقیل یا اهرم یا بالابر اختراع کردن. اینجا 99% ذهن کار کرده. حالا 1% اون ماشین جره ثقیل ساختن، شما میاری آهن رو بلند میکنی. الان من و شما هم در حال ساخت اون جره ثقیلا تو ذهنه. باورهای ما ساخت اون جره ثقیل ها تو ذهنه. اتیتود ما، کاراکتر ما، شخصیت ما، اخلاق ما، ویژگی های شخصی ما، اون 99% کار است. اون 1% فیزیکیه هم کنارش باید باشه. الان همین چقدر صحبت کردم؟ 25 دقیقه 24 دقیقه و 30 ثانیه. همین شد خودش میشه یه پادکست کوچیکم نه، پادکست نیم ساعته تقریبا، که کلی توش به قوانین کلی اشاره کردی. قوانینم به همین سادگیه.
اون اول ماجرا اگه یادتون باشه یکی از ایرادها، یکی یعنی یه چیزی که at the same time advantage و چیزم هست disadvantage هست، یعنی هم نکته مثبت هم نکته منفی. اینه که این قوانین خیلی ساده است. یعنی نکته مثبتش بر اینه که این قوانین خیلی ساده است، اصلا احتیاج به شکافتن اتم و این چیزا نداره. بدیش اینه که انقدر ساده است که آدم اولا فراموش میکنه، دوما باور نمیکنه. حالا ببینین در جامعه چی میگن. ما در جامعه آدم‌هایی که موفق شدن از موفقیت در فیلد اقتصادی، ورزشی، هنری، خانوادگی، اینها اینقدر موفقیتاشونو مشکل جلوه میدن که اصلا آدم کرک و پرش میریزه. به اصطلاح رایج در جامعه کرک و پرش میریزه. یعنی اصلا میگه بابا این مثلا یارو میگه من 30 سال تلاش کردم، شبا گشنه میخوابیدم، صبح کارگری میکردم. اصلا بابا آدم میگه ولش کن، خدایا من بمیرم بهتر از اینه که 30 سال شبا گشنه بخوابم، صبحها هم کارگری بکنم. خدا رحمتش کنه. یه بنده خدایی بود برای من تعریف میکرد که میگفتش که فلانی میدونی که من چرا بعض مالیم اینقدر خوب شده، اینا میخواست در این زمینه صحبت کنه. بعد میگفت چه زمستونهایی که من تو سرمای زمستون وامیستادم، حالا یه چیزایی رو بسته‌بندی میکردم. میگفت اینا رو بسته‌بندی میکردم. حالا من این آدم رو میشناختم، اصلا کار نمیکرد. این اصلا 8 صبح به زندگیش ندیده بود. این اصلا 8 صبح نمیدونستنی چی، برای اینکه همیشه ساعت 10:30 از خواب بیدار میشد. مگه میخواست بره مسافرت خارج از کشور 8 صبح بیدار بشه؟ همیشه ساعت 10:30 صبح از خواب بیدار میشد، اصلا کاری نمیکرد. همش مسافرت بود یا با رفیقاش بود. مثلا آقا ما یه جلسه کاری داریم. خب جلسه چیه؟ الان جلسه کاری چیه بچه؟ من یه جلسه خیلی مهم میده. من جلسات کاریمو کجا برگزار میکنم؟ من میرم اینجا دم خونمون توی این پاساژ پالادیوم میشینم، طرفم هم میاد، با هم دیگه قهوه میخوریم، یه گپی میزنیم، 2 تا حرف هم میزنیم. حالا میخوایم روی پروژه ساختمونی سازه کار بکنیم، پروژه طراحی کار کنیم، دوره من عالیه‌ام، دوره‌های زبانم، هر چی. من شاخ قول نمیشکنم که. من یه لباس خوب بپوشم میرم اینجا میشینم تو کافه شاپ، یه قهوه هم میخورم، یه موسیقی خوبم پخش میشه، یک لذت هم میبرم، خیلی تو محیط خوبی، بهترین عطرم هم به خودم میزنم. مثل الانی که میخواستم این صدا رو ضبط کنم، قبل از شروعش از یکی از عطرهای خیلی محبوبم به خودم زدم که لذتشو ببرم. میرم میشینم کیفمو میکنم، با اونم مشغول گفتن و خندیدن و حالا صحبت کردن و خب به کارم هم علاقه دارم، از کارم لذت میبرم. حالا چه در مورد این دورم باشه، چه در مورد کارهای تدریسیم باشه، چه در مورد کارهای طراحیم باشه، چه هر چی. این که دیگه شاخ قول شکستن نداره. حالا من بیام به دخترم بگم بابا جان تو میدونی بابات چرا موفق است؟ حالا بابای بعد خودش اصلا موفق هم نیست. حالا تو میدونی بابات چرا موفق است؟ من 4 ساعت در جلسات بودم. همین چند وقت پیش باید روی طرحی کار میکردم، یه پروژه طراحی بود. قبلا البته طراحیش انجام داده بودم 1-2 سال پیش، ولی یه دیتیلی لازم داشت اون جایی که براش این طراحی رو انجام داده بودم و یه تغییراتی باید میدادم. ذهن منم یه ذهن پویاییه. اتفاقا به اونا میگفتم ببینید این طرح رو بگیرید زود ببریمش اجرا کنیم، وگرنه من هر دفعه بشینم پای این باید یه تغییری توش بدم. خلاصه از بحث خارج نشید. میخواستم این طراحی رو یه تغییر کوچیکی بهش بدم و به قول معروفی فاینل ادیت روش بذارم و add some details to that و بلافاصله بدم به اونجا. برای اون دوستی که ایده های منو پیاده میکرد و در واقع من میگفتم با اتوکد برای من میکشید، میگفتم اصلا اینجا رو زیاد کن، اینجا رو کم کن، اینو زاویه‌ش رو بیار اینجا یه مسیر باز کن، اینجا مثلا فضای سبزش رو بذار، اینجا این کار کن. اینا گفتم بهش زنگ زدم و ازش خواهش کردم که بیاد بریم با همین کار بکنیم. رفتیم توی کافه شاپی نشستیم، مثلا از ساعت چند؟
از ساعت 2 ظهر به نظرم من رفتم دنبالش، از سر کارش برداشتم، رفتیم کافه شاپ نشستیم تا 9 شب که من اومدم. مثلا تا 8 کارمون تموم شد، از 3 تا 8 اونجا بودیم، 1 ساعت طول کشید من برش داشتم، 5 ساعت اونجا نشسته بودیم، 1 ساعت هم طول کشید تا من اونو گذاشتم بیام خونه. شد 2 تا 9 شب. حالا من بیام به دخترم اینجوری کنم: بابا دخترم، میدونی بابات چرا موفقه؟ اونم همینجوری آج و واج منو نگاه کنه بگه الله اکبر، بابای ما چه موفقه. چرا بابا جون؟ تو میدونی من از ساعت 2 تو جلسه بودم تا 9 شب. نه من از 2 تا 9 تو جلسه نبودم که، من از 2 تا 9 تو کافه شاپ داشتم لذت میبردم. من از هر تغییر کوچیکی که تو اون طرحم میدادم غرق در لذت میشدم، از خوردن کافی، نمیدونم کلی اونجا ما چیزی خوردیم. هر مثلا نیم ساعت یه بار یه سفارش بده، آقا یه قهوه سرد بیار، یه آیس لته بیار، یه دونه نمیدونم چی بیار، یه دونه کافه لته بیار، یه دونه نمیدونم وافل چاکلت وافل بیار. بابا من همش مشغول لذت بردن بودم، دیگه چه منتی من به سر دخترم بذارم؟ این بنده خدا اینو میگفتم، اون بنده خدا به من میگفت یادته تو نه میگفتش که چیزه، میگفت ببین من چه زمستون ها که تو سرمای زمستون مثلا وامیستادیم تو حیات بازار این جنسا رو بسته بندی میکرد. بعد من اونو میشناختم و اصلا کاری نمیکرد لامصب. حالا یک بار پیش اومده که وسط زمستون یه باری رسیده مثلا تو بازار، وسط زمستون بوده، حالا 1 ساعت هم اینا بسته بندی کردن. خب کردی شاخه غولو نشکستی که. حالا یک بارم من اومدم مثلا در مسافرت بودم، خواستم کلاس زبانم رو ضبط کنم، رفتم 1 ساعتی گوشی. حالا به دخترم بگم تو میدونی چرا پکیج زبان من؟ چون من حتی در مسافرت خارج از کشور، بابا حالا من عشق کردم دیگه. ماجرای زندگی اینه. اینا از چه جهت میگم؟ اینا همه به هم پیوسته است و یه داستان از این بر یه داستان از اون بر تعریف نمی کنم که قصه که اصلا تازه قصه بگیم. خب همه دنیا قصه، از قرآن با اون عظمتش داره قصه میگه. آره بذار قصه بگیم، بلش بذار قصه بگیم. اینا همه به هم ربط داره. چرا؟ چون تو جامعه ما دائم میشنویم که از راه سختی به نتیجه میرسیم، در حالی که اینجوری نیست. در جهت جریان قرار بگیر، پاروهات هم بنداز، جهت جریان خودش تو رو میبره. تموم شد طرف. خودت هم لوس نکن، ادای سخت کوشی رو هم در نیار. ادای سخت کوشی رو در نیار. اگه به سخت کوشی بود کارگر ساختمانی باید از همه موفق تر بود. بابا ما خودمون مهندسیم دیگه، میریم سر یه پروژه پامونو میذاریم تو پروژه، 10 نفر جلو آدم 10 تا مهندس زیر دستت کار میکنن، بلند شو بشین آقای مهندس اومد. کارگر بدبخت ما 1 صدمون هم کار نمیکنیم که. میری اونجا میشینی تو دفتر، برات چای میارن، نسکافه میارن، 2 تا نظر میدی، میگی اینو بذار اونجا اونو بذار اونجا، فهمیدی؟ اونم میگه آره. حالا نفهمید اصلا تو چی گفتی، میری دنبال کارت، تموم شده رفت. زحمترمون میکشه، ولی پولی که مهندس میگیره با اون یکیه. اگه به تلاش بود که همه رفتگرا باید از هم بیشتر چیز میکردن. بله باید درس خوند، به جاش باید درس خوند، به جاش هم باید کار کرد، اما اون 1% است. اول ما 99% رو درست میکنیم، اون 1% رو میذاری کنارش، نتیجه حیرت آور میشه. اینا رو میخوام بگم که الان ما داریم رو اون 99% کار میکنیم. اون حال خوبه، یعنی فرکانسمون رو نزدیک میکنیم به فرکانس کائنات، یعنی قایقمون رو میندازیم در جهت جریان زندگی، یعنی پاروها رو باید بندازیم، یعنی قشنگ دراز میکشی تو قایق، میشینی دور و بر نگاه میکنی، خودش تو رو میبره، خودش بهت میگه کجا وایسا، اینجا پیاده شو، اینو بخر اونو بخر برای بقیه مسیر، بعد اینجا وایسا، بعد با این آشنا میشی، بعد با اون کار رو راه میندازی، این کسب و کار رو، از این شهر میای بیرون میری به اون شهر and so on and so forth. به همینطور ادامه داره این ماجرای زیبا. خدا رو شکر، واقعا برای این دنیای زیبا باید خدا رو شکر کنیم. حالا اجازه بده یکم حرف جلسه گذشتم رو که یه صحبت خیلی اساسی بود
ادامه بدم، در واقع پاسخ به یکی از سوالات اساسی زندگیمون بود ادامه بدم و پاسخ به یکی از سوالات فرعی رو هم از تو دلش دراریم. یه سوالی هم همیشه از من پرسیده میشه، من خودم هم قدیم این سوال رو داشتم و باید به این سوال هم یه پاسخ مناسبی بدیم که الان با هم دیگه این کارو میکنیم، یعنی لذت میبریم دیگه. الان ما داریم یه جلسه کاری میذاریم دیگه. الان دختر من پیش من نیست، اگر بود مثلا من باید بگفتم ببین اونجا چی نکن، میخوام برم یه جلسه برای کلاسم ضبط کنم، در اتاق کارم هم میبندم و تو هم هیچ چی نگو. اون بدبختمون بیرون مثلا فکر میکرد الان باباش داره تو اتاق قول شاخو میشکنه، بابا داره تو اتاق میگه میخنده خوشحاله از اینکه حرف میزنه. من الان لایو اجرا کردم چند روز پیش، به خودم فکر کردم مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه مثلا صحبت کردم تو لایو. بعد میخواستم بگم مثلا کسی سوالی چیزی داره یا در مورد خاصی است بفرمایید من ادامه بدم. یکی از دوستانی که تو لایو بود نوشتش که 2 دقیقه مونده که 1 ساعت بشه. مثلا متوجه زمان نشده بودم. من الان با شما الان چقدر صحبت کردم؟ 36 دقیقه صحبت کردم. من اصلا 36 دقیقه متوجه زمان نشدم که من 36 دقیقه گفتم، خندیدم، لذت بردم. شما الان 36 دقیقه است داری رو خودت کار میکنی، بیل میزنی، خیلی مثلا سختی کشیدی، بابا 36 دقیقه است داری با من حال میکنی، میگی، میخندی دیگه. اینه دنیا، زیباییش اینه، زیبایی ماجرا اینه. حالا بریم به اون سوالی که جلسه پیش مطرح کردی که آقا ما اصلا چرا اومدیم تو این دنیا، آقا اصلا ماجرا چیه؟ جوابش هم دادم دفعه پیش، گفتم ما چیزی که من متوجه شدم اینه که ما روحمون باید رشد کنه و متعالی بشه. ما اومدیم برای بخشی از رشد روحمون آمدیم به این دنیا. خب وقتی میایم تو این دنیا ابزار و لوازم این دنیا رو لازم داریم. همونطوری که بچه ما میره به مدرسه برای بخشی از رشد زندگیش میره به مدرسه، خب ابزار و لوازم مدرسه رو احتیاج داره. یعنی یه مدرسه باید باشه که این دنیا مدرسه ماست. معلم باید داشته باشه که این پیامبرا و اینها بزرگان و اینها فلاسفه و این علما و حکما و اینا معلمای این مدرسه. ابزار لازمه، یعنی بچه ما باید کیف داشته باشه، مداد داشته باشه، دفتر داشته باشه، کتاب داشته باشه. حالا که دیگه باید همه کامپیوتر و اینا، الان که همه کلاس آنلاین و همه رو لپتاپ و رو تبلت و رو موبایل و رو اینجور چیزا دارن کلاس‌ها رو برگزار میکنن. ما هم باید ابزار داشته باشیم. ابزار اون همین چشم، گوش، جسممونه، دستمونه، پامونه، عقلمونه، فکرمونه، اینا هم ابزاره. ما برای رشد روحمون بخشی از رشد روحمون تو این دنیا انجام میشه. به خاطر همین ما تو این دنیا. منتها باز مثال مدرسه رو بزنم، میشه توی مدرسه شیکی درس خوند، با یه معلمای خوبی درس خوند، با یه ابزار و وسیله خوبی درس خوند، خوشحال بود، بازی کرد، زنگ ورزش داشت، زنگ شادی داشت، تئاتر اجرا کرد، سرود خوند، مسابقات ورزشی شرکت کرد، جشن گرفت تو مدرسه، نمیدونم با دوستا بگی بخندی، زنگ تفریح داشته باشه، شوخی کنی، خنده کنی، تفریح کنی. میتونم یه مدرسه باشه با چوب و چماق و اون زمانایی که ما میرفتیم مدرسه یه چک میزد ناظم تو گوش بچه ها که اصلا بچه از این برای کلاس بیفتاد اون برای کلاس. حالا که به بچه ها جرأت ندارن تو بگن. اون زمان یارو ناظم چجوری در رو باز میکرد، یه اون میدیدی مثلا در داره از جای کنده میشه، یعنی ناظم با لگد زده بود به در. بعد بچه ها سیخ میپریدن بالا، برپ و برج و نمیدونم فلان. ولی حالا که اونجوری نیست. میخوام بگم میتونه اونطوری باشه، میتونه توی کانکسی درس بخونی و مثل این بندگان خدایی که توی مناطق محروم هستن، نه کفشی پات باشه و نه لباسی پات باشه تنت باشه و نه دفتر و دستک درست حسابی و نه غذای درست حسابی و نه تغذیه مناسب و هیچ. میتونه اونجوری باشه، میتونه با لذت باشه. حرفی که ما میزنیم اینه که میگیم بیایم تو این دنیا لذت ببریم. لذت ببریم در حالی که روحمون رشد کنه، نه اینکه من بیام تو مدرسه
بمونم دیگه، بیام تو مدرسه تو کلاس بخوابم تا آخر عمر. نه، من 12 سال باید تو مدرسه باشم، باقیش باید برم جای دیگه. دنیا هم همینه. من 50 سال 100 سال، برای یکی 1 سال، برای یکی 20 سال، برای یکی 90 سال، برای یکی 110 سال باید تو این دنیا باشه، بعد باید بری جای دیگه. منتها وقتی تو این دنیاست خب باید لذتشو ببره، کیفشو بکنه، به شرطی که اون مسئله بزرگ شدن روحش هم از بین نره. حالا شما میای اینجا یه سوال از این بزرگتر مطرح میکنی، میگه ای رضا جون، اصلا من برای چی باید رشد کنم؟ اصلا من برای چی باید روحم رشد کنه؟ اصلا برای چی خدا منو آفریده که روح من رشد کنه، که یه بخشی از اون رشدشو در این دنیا بگذرونه؟ من میگم خب سوالتو نگه دار، چند دقیقه دیگه بهش جواب میدم. و یه جوابی میدم که آب پاکی رو میریزم رو دستت برای تمام سوالاتی که داری. اما الان میخوام به یه سوال دیگه پاسخ بدم. اون سوال اینه، قبل از اینکه سوالو مطرح کنم میخوام راجع به چند تا واژه با هم صحبت بکنیم، معانی این واژه ها رو یه بار دیگه تو ذهنمون مرور بکنیم و بعد به یک فکتی برسیم، به یک حقیقتی برسیم، به یک پاسخی برسیم. حالا نگیم حقیقت، ما فکر میکنیم درسته، ممکنه یه روز فکر کنیم اشتباه. به یک پاسخی برسیم که اون پاسخ یکی دیگه از سوالای نه خیلی اساسی، ولی سوالایی که همیشه از من پرسیده میشه و من خودم هم بهش فکر میکردم همیشه. اون چند تا واژه و کلمه‌ای که میخوایم بررسی کنیم ایناست: اسلام و مسلمون، مؤمن و متقی، کافر و مشرک، شرک و کفر. میخوام این چند تا کلمه رو اول با هم بررسی کنیم، یه نگاهی به مفهوم کلماتش بندازیم. اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی دینی که حضرت رسول آورده، این هم کتابش قرآنه. کسانی که به حضرت رسول اعتقاد داشته باشن و کتابشون قرآن باشه، اینا اسلام آوردن و اینا مسلمان. این میشه تعریف اسلام و تعریف مسلمان. این تعریف 100% اشتباهه. نه، پس چرا خداوند به گفته که ابراهیم مسلمان بود؟ حضرت ابراهیم که قبل از حضرت عیسی، قبل از حضرت موسی بوده، یعنی قبل از مسیحیت و اصلا قبل از اینکه دین اسلام بیاد بوده. آقا جان مگه ما نمیگیم مسلمون؟ آره میگیم مسلمون یا نه؟ مگه ما مثلا پیرو حضرت رسول نیستیم؟ یعنی میگیم 1400 سال پیش یه پیامبری بوده که اون پیامبر اسمش بوده محمد ابن عبدالله، سلام خدا بر او و بر خاندان پاکش بوده. خیلی خوب. بعد مثلا بعد اینجوری میکنیم آقا شما که وضو نداری، شما که مثلا ریشت اینجوریه، شما که چادر سرت نیست، شما که نماز نمیخونی. مگه نماز کیف؟ مگه حضرت رسول قوانین اسلام، یعنی همین یعنی حجاب و نماز و اینا، که چندین سال بعد وقتی حضرت رسول از مکه رفته بود به مدینه اومده بود، یعنی مسلمونایی که با حضرت رسول بودن و جنگ کردن و کشته شدن، اینا اصلا نماز نبوده براشون، که اصلا وضو نبوده، که طهارت نبوده، که اگرم بوده از ادیان دیگه بوده، یا به صورت قوم و قبیله‌ای بوده، فرهنگ خودشون بوده، یا اگه بوده مثلا از یهودیت مثلا پاکیزگی که اونا رعایت میکردن و اینا بوده. پس اونا چی؟ اونا مسلمان نبودن؟ در رکاب پیامبر خدا جنگیدن؟ مگه حج از همون موقعی که پیامبر به پیامبری مبعوث شد که حجی نبوده؟ که پیامبر که فقط 3 سال فقط به خانواده خودش میگفته، که 3 سال پیامبر به خانواده خودش میگفت. بعد 7 سال دیگه تو مکه پیامبر تبلیغ میکرده، اصلا کسی به حرفش گوش نمیکرد. آیه های مربوط به حجاب و نماز و حج و غیره اینا بعدا تو مدینه اومده اکثرا. یعنی بعد از 10 سال از این که پیامبر مبعوث شده، تازه خود پیامبر 40 سالگی مبعوث شده.
یعنی اگه وضو گرفتن به این روشی که ما میگیریم، نماز خوندن به این روش، اینا حداقل میتونیم فکر کنیم. حالا بعضیا میگن پیامبر از بچگی هم نماز میخونده، همه ما پیامبرای دیگه هم نماز، من نمیدونم اونا رو، ولی عقل ما میگه خود این پیامبر تا 40 سالگی که وضو بهش نگفته بودن چجوری باشه، غسل بهش نگفته بودن چی بوده. حالا ممکنه ایشون تمیز بوده غسل میکرده یا اصلا علم غیب داشته میکرده، ولی الان ما صحبتمون سریع اصلا بابا خود پیامبر تازه وقتی 40 سالشون بوده به مبعث رسیدن. پس مسلمونی به حضرت محمد و اینا نیست. اسلام تعریفش یعنی تسلیم حق شدن. تسلیم حق به ریش و به نماز و به روزه و به اینا نیست. کی این حرف رو میزنه؟ کسی که خودش نماز میخونه به لطف خدا و خیلی هم به نماز تاکید. همین دیشبی که دوستان با من صحبت میکرد، در انتهای صحبت بهش گفتم من 3 کار به شما میگم انجام بدید. گفت بفرمایید. گفتم اول نماز. گفت بله حتما. گفتم دوم نماز. گفت گفتم سوم نماز. من اگه بخوام 3 کار به شما بگم بکن، این 3 کار هر 3 تاش اینه که نمازتو بخون. حالا این البته برای شما صادق نیست، شما هر جوری دوست داری، شما دوست عزیزم به طور کلی که صدا میشه هر جوری دوست داری، ولی میخوام بگم من خودم که میگم اینجوری، خودمم نمازمو حالا میخونم همجور غلط غلوطی که بلدم ولی خود من میگم بابا اینا همه به اینا نیست. مسلم که مسلمون یعنی کسی که تسلیم حقه. یعنی چی تسلیم حقه؟ یعنی منی که اومدم اینجا تو دانشگاه به عنوان مثال، به عنوان دانشجو، من نیومدم که رو در و دیوار دانشگاه چیزی بنویسم، من تسلیم قوانین دانشگاه، من اومدم اینجا درس بخونم برم. حالا اگه من میام اینجا مزاحم دیگری میشم، مزاحم استاد میشم، مزاحم یه بنده خدای دیگه میشم که اومده درس بخونه، اگه میرم اینجا تو دستشویی یه چیزی تو در و دیوار مینویسم، اگه میرم تو سلف یه خرابکاری میکنم، این وقت پس من مسلمون نیستم. اون نمازی که من میرم زور تو مسجد دانشگاه میخونم اون مسلمونی نیست. مسلمونی که تسلیم حق بشی. اگه یه حرفی رو پذیرفتن، یه حرفی مناسب بود، درست بود، بپذیر. اسلام یعنی تسلیم بودن، تسلیم حق بودن. با این تعریف شما میبینید 90% مردم جهان از یه جهتی حق مسلمونن. یعنی هر وقتی میگن آقا یه خالقی هست خداست همه قبول میکنن، میگن این حقه، خب مسلمونن. این پس در مورد اسلام ربطی به حضرت رسول نداره. بله یه دینی هم به اسم اسلام اومده، اینا هم هست، ما هم اون دین رو داریم الان، اونا قبول داریم. حالا توش هم فرقه های مختلف هست، شیعه هست، سنی هست، شیعه شافعی هست، حنفی هست، مالکی هست، نمیدونم اینا سنی ها، معذرت میخوام، شیعه 12 امامی هست، شیعه نمیدونم اسماعیلیه هست، شیعه نمیدونم 4 امامی هست، شیعه زیدیه هست، نمیدونم این هست اون هست. اسلام پس اینه. این تعریف اول. اگه گفتن آقا یکی مسلمونه، ما دنبال چادرش نباید بگردیم، دنبال ریشش نباید بگردیم. یه زمانی مد بود پیرن رو مینداختن رو شلوار، یعنی اگه یکی پیرنش رو میکرد تو شلوارش این مسلمون حساب نمیشد. چه جور دینیه؟ پس این از تعریف اسلام و مسلمان. این بحره. حالا کافر کیه و کفر چیه؟ الان آمریکایی ها کافرن، خارجی ها همه کافرن. این یعنی چی؟ این وقتی الان این چند تا واژه رو با هم بررسی کنیم خیلی جالب میشه، نتایج خوبی ازش میگیریم. کافر میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی که رو حقیقت رو میپوشونه. مسلمون کیه؟ کسی که حقیقت رو قبول میکنه. کافر کسی که رو حقیقت رو میپوشونه. قبلا هم گفتم به کشاورزم میگن کافر. چرا؟ چون دانه رو در خاک میکنه، با خاک میپوشونه، دانه مثلا گندم، جو، هرچی. به ابر هم میگن کافر. چرا؟ چون خورشید را میپوشونه. کفر یعنی پوشاندن. کافر یعنی کسی که حقیقت رو فهمیده ولی میپوشونه روشو.
میدونه این کار غلطه ها، ولی روی این غلط رو میپوشونه. حالا یا یک سنبلکاری میکنه، یا یه ماسوالی میکنه، یا یک استدلالی میکنه، یا یک کلاه شرعی میذاره، میشه کافر. حالا شما با این مقیاس ببین ما کافر هستیم یا نیستیم. با این مقیاس ببین تو این جامعه آدما کافرن یا نیستن. مشرک یعنی چی؟ مشرک یعنی چی؟ مشرک یعنی کسی که برای خدا شریک قرار میده. خدا دو تا وجه کلی براش در نظر میگیره. یکی آفریننده، خالق، یک هدایت کننده که همیشه در جریان اموره و همیشه حکمش نافذه که میشه رب. ماجرا چه قراره؟ زمانی که پیامبر اومد بت پرستا اینا خدا رو قبول نداشتن. چرا؟ اینا که خدا رو قبول داشتن. اینا میگفتن بت ها خداست. نه، اینا میگفتن بت ها نماینده خداست. اینا که نمیگفتن بت ها خداست، میگفتن بت ها شفیع ما پیش خدا هست. الان هم تقریبا همه، حالا بگیم 90% مردم دنیا خدا رو قبول دارن. یعنی یه نیروی ماورایی یعنی بالاتر از انسان که همه چیز رو خلق کرد. حالا در اداره امور جهان برای خدا شریک قائل میشه. یکی میگه آقا فلان پیامبر پسر خداست، یعنی میگه خدا زاد و ولد کرده، این پسر خداست، اومده به روی زمین، حالا به صلیب کشیده شده، کراسیفاید شده و اگه به اونو دوست داشته باشی و فلان و اینا، مثلا اون کفاره گناهان مثلا ماست. یکی میگه نه آقا من این آدمها رو شریک خدا میدونم. از شریک خدا در پرستش و مراتب بالا بگیر تا بیا تو مراتب پایین. یعنی در هر کاری ما به غیر از خدا رو یکی دیگه هم حساب کنیم، یعنی اون رو با خدا شریک بدونیم. این میشه شرک. حالا ببین ما مشرک هستیم یا نه؟ من الان میخوام برم توی اداره‌ای، رئیس اون اداره دوست صمیمی من باشه، خیالم راحت تر نیست؟ همین خیال راحت تر هم از رو شرک میاد دیگه. حدیث داریم، نقل قول داریم، میگه به اون چیزی که در نزد خداونده امیدوارتر باش تا اون چیزی که در نزد توه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اگه الان تو 100 میلیون تو بانک داری، دلت به 100 میلیون خوش نباشه، دلت به خدا خوش باشه. ممکنه یه اتفاقی بیفته که اون 100 میلیون نتونی ازش استفاده کنی. آیا ما اینجوری هست؟ آیا ما رو خدا فقط حساب میکنیم؟ ما که رو همه حساب میکنیم جز خدا. که رو این رفیق، رو اون رفیق، رو این پارتی، رو پول پدر، رو فامیل همسر، رو دوست، رو آشنا، رو مربی آشنا، رو رئیس آشنا، رو رئیس بانک آشنا، رو همه حساب میکنیم جز خدا. که البته شرک هم مراتبی داره ها. الان من این حرفایی که دارم میزنم یعنی من مسلمونم و من یکتا پرستم و مشنب و من از همه مشرک ترم، من از همه ممکنه بیشتر رو آدم ها حساب کنم. اینو بارها گفتم، الانم میگم، حرف زدن خیلی راحته، عمل کردن مشکله. اگه من این حرفا رو میزنم دلیل بر این نیست که خود من همه اینا رو عمل میکنم. اگه من به همون اندازه که عمل میکنم نتیجه میگیرم، ولی اینا برای خود من هم درس باید باشه که بی خود چیز حواسم باشه. یعنی به قول معروف دائم باید رو خودمون کار کنیم. و این رو دیگران حساب کردن هم خیلی 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 ظریفه. واسه همین میگن شرک، نقل قول درستیه به نظر من، که اون بزرگوار گفته شرک مثل مورچه سیاه میمونه که در دل شب سیاهی رو سنگ سیاهی حرکت کنه. مورچه رو تو روز رو زمین هم به سختی میشه دید، تو شب که اصلا نمیشه دید. حالا اگه شبش تار باشه، مورچه‌ش هم سیاه باشه، روی سنگ سیاه هم باشه، این که اصلا نمیتونی ببینی. همین جوریش ما خودکارمون از رو دستمون میفته رو زمین، یه ذره تاریک باشه خودکاره رو پیدا نمی‌کنی. خودکارو مورچه که اصلا هیچ، شب هم باشه، سیاه هم باشه، زیرش هم سنگ سیاه باشه، اصلا امکان نداره ببینیش. این میگن شرک در دل مؤمن اینجوریه.
بنابراین من و تو هم مشرکیم. منتها حالا هر چی سعی کنیم خودمون رو پالایش کنیم به خدا نزدیکتر میشیم. یعنی چی؟ یعنی روحم بزرگتر میشه. روحم بزرگتر شه، نعمتهای بیشتری به دست میاره. اینم با تمرین انجام میشه، با توجه به خدا انجام میشه، با رو کردن به خدا دائم، رو کردن دائم به خدا به دست میاد. و صلات که ترجمهش در فارسی است نماز، در واقع از رو کردن به خدا. نماز رو هم تو قرآن نگفته بخونید، نمیگه اقرا الصلات، میگه اقام الصلات، به پا دارید. یعنی ما باید همیشه رو به خدا باشیم. حالا این نمازی که ما میخونیم 2 رکعت 4 رکعت 4 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، این یه جلوه‌ای از ارتباط با خداست، یکی از روش ارتباط با خداست. البته نمیدونم چرا اینقدر تو زندگی من مهم، نمیدونم چرا راستش مهمه نه که من بهش اهمیت بدم، من بچه نماز خونی باشم، نه اون خیلی مهمه. من هر وقت نمازمو درست میخونم، نعمت پشت نعمت، نعمت پشت نعمت، نعمت پشت نعمت. به هر کی هم یه وقت توصیه میکنم فلانی نماز بخون، وقتی میخونه زندگیش از این رو به اون رو میشه. باز میگم یکی از دوستان همین دیشب با من صحبت میکرد، گفت 2 روز حالم بهتره. بعد از یه چند دقیقه‌ای که صحبت کردم اینا، گفت اتفاقا من 2 روز نمازم رو شروع کردم. سریع بهش گفتم دیدی این مال نمازه. بعد همین آدم چند ماه پیش، مثلا 1 ماه پیش 2 ماه پیش اینا با من صحبت میکرد، حال خوبی نداشت. بهش گفتم ببین شما نماز تو بخون. اگه اون موقع شروع میکرد بخوندن، همون موقع حالش خوب میشد. نمیدونم چه اثری داره، کجا اومده، اصلا اینو نمیدونم. یه روزی باید به این سوالم پاسخ بده. ولی به هر حال میخوام بگم این نمازه نیست. نماز یعنی رو به خدا، اقام الصلات، به پا داشتن. وقتی رو به خدا میکنیم از اون شرک کم میشه. هر چقدر رو به خدا میکنیم از شرک میاد پایین، به یکتاپرستی نزدیک میشه. هرچی شرک میره پایین، یکتاپرستی میاد بالا، یعنی ظرف وجودمون بزرگ میشه. حالا اینا پس از اسلام و مسلمان، اونم از کفر و کافر، اینم از شرک و مشرک. اما یه کلمه دیگه، مؤمن، مردم مؤمن، زن مؤمن، مؤمنه، مرد مؤمن. این تعریفشو من الان به شما بگم خیلی برامون جالبه. بعد میریم سر اون سواله که یه سوال متعارفیه، بعد میریم سر اون سوال بزرگیه که اصلا ما قبل از این کجا بودیم، بعد از این کجاییم. میریم ما اصلا چرا اومدیم تو این دنیا بود، چرا تو این دنیا مدرسه است برامون، و اصلا چرا اصلا ما رو خدا آفریده. اون سوال آخری جواب میدیم. آقا مؤمن یعنی چی؟ دیگه مؤمن واقعا معنیش معلومه. مؤمن یعنی کسی که ریش داره، تسبیح داره، یقش از این یق آخوندی هاست، معمولا بسته است، پیرنش روی شلوارشه، موهاش هم کوتاه زده بغل، تموم. خانوم هم مثلا فقط خانوم ها هم حجاب چیز بفرمایید که چادر. حالا من خودم طرفدار چه پوششیم؟ اینو بگم تو پرانتز، من طرفدار خانوم پوشیده هستم. یه وقتی یادمه چندین ماه پیش اینجوری بگم، یه خانومی با من مشاوره میکرد. بعد ایشون میگفتش که من شوهرم خیلی دوست داره من لباس پوشیده بپوشم و وقتی که من لباس چیز میپوشم، لباس باز، من دوست دارم لباس باز بپوشم و شوهر من دوست داره لباس پوشیده بپوشه. شما اگه میشه با این مثلا بفرمایید که چیه؟ اون مثلا انتظار داشت که مثلا من بگم نه خانم شما لباس بازتو بپوش، کیفتو بکن. حالا مثلا من چون خودم مثلا ممکنه مثلا اونجوری ریشم جوری نمیذارم، یا مثلا حالا نمیدونم، یا رو صحبت اینجوری میکنم، اونایی که منو ندیدن ممکنه فکر کنن مثلا خیلی آدم مؤمن مسلمونیه مثلا خیلی، یا مثلا فکر کنن از اون طرف بگم مثلا عکس منو ببینم بگم مثلا خیلی آدم مثلا حجاب اینا. بعد من بهش گفتم خانم شما چی فکر کردی؟
شما بذار برای مثال بزنم. به اون خانمه گفتم یه بار دیگه هم تو دوره اینو گفتم، اما یه بار دیگه هم میگم. گفتم بذار برای مثال بزنم. شما بیا خانواده سلطنتی جهان رو ببین، رویال فامیلی انگلستان رو ببین، یعنی خود ملکه انگلستان. تو 90% مواقع خود ملکه روسری سرش. عروس ملکه رو ببین، پسر پرنس چارلز رو، پسر پرنس هری رو ببین، مگان رو، و پسر اون دوشز کنتس فلانجا رو ببین. شما یک بار نمیبینی اینا لباس باز تنشون باشه؟ اینا همیشه کتی، شلواری، دامنی، اینا لباسشون پوشیده است. شما بیا خانواده سلطنتی ژاپن رو ببین، خانواده سلطنتی سوئد رو ببین، نروژ رو ببین، تمام این کشورهایی که پادشاهی دارن، کدوم یکی از این خانواده های سلطنتی خانماشون لباسشون بازه؟ کی همچه حرفی رو به ما زده که روشن فکری یعنی لخت بودک؟ کدوم مردی دوست داره که یک مرد دیگری به اندام خانمش نگاه کنه؟ والا اگه یه مردی هم چیزی نمیگه، به نظر من ته دلش دوست نداره. حالا یا انقدر آزاد اندیشه که میگه خانم هر جوری دوست داری بپوش، ولی ته دلش دوست نداره، یا هم زورش نمیرسه خانم رو مجبور کنه. من اصلا نمیگم چادر یکی بپوشه یا نپوشه، اون یه چیز شخصیه. من مخالف باز بودن لباس هستم. که چی مثلا این با کلاسیه یکی لباس بازی بپوشه. لباس شیک با لباس باز فرق میکنه. لباس تمیز با لباس باز برای خانم‌ها فرق میکنه. آقایون یه ذره حسابشون جداست. مثلا شما میبینی مثلا آقایون رو با شورت و شورتک هم نشون میدن، کشتی میگیرن، فوتبال بازی میکنن. هیچ خانومی با دیدن یک آقایی که با شورتک تحریک نمیشه. حالا من با ورزش جهانی کار ندارم، ولی خب با یه خانومی رو با شورت نشون بدن آقایون تحریک نمیشن؟ فرق میکنه دیگه. جنس زن و مرد با هم فرق. نه اینکه بگیم مثلا آقا چون آقایون تحریک نشن، نه بابا، اصلا قاعده رو آدم اصل ماجرا رو نگاه کن. بله شما یه پیتزای خیلی خوشمزه‌ای داری، اینو نیار وسط 4 تا بچه یتیم و 4 تا کارگری که ندارن بوی پیتزا بلند شه، آب از لب و لوچه همشون را بیفته. پیتزا تا بر تو خونت بخور، کیف کن. ما گفتیم پیتزا نخور، ما گفتیم چلو کباب نخور، چلو ماهیچه نخور، بهترین لابستر رو نخور، بهترین غذای دنیا رو نخور، بخور، سر جاش بخور، اون غذا رو نیار بیرون. ما گفتیم به دخترت محبت نکن، به پسرت محبت نکن، 24 ساعت دست دخترتو ببوس، عاشقانه باش رفتار کن، اما نه جلوی یه بچه یتیم که پدر نداره، نه جلوی یه بچه‌ای که بیرون نشست تو واکسی داره واکس میزنه، یه ترازو جلوشه، 4 تا فال گذاشته، تو هم بیا دست بنداز به گردن دخترت، ها 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 بخند و دست دخترت هم بگیر و بابای الهی قربونت برم. اون بچه هم دلش میخواد دیگه. این به این مفهوم است که این کارا رو نکنی، این کارا رو بکن با دخترت، اما تو منزل خودت این کار. حتی دخترت رو تولد گرفتی برای دخترت، برای پسرت، دختر پسرای دوستای دیگه هم هست، دوستای دیگه بچت هم هست، جلوی اونها هم نباید آدم زیاد قربون صدقه بچهش بده. برای اینکه اومدیم یکی از اونها پدر نداشت، یکی از اون همکلاسی‌ها مادر نداشت، یکی از اون همکلاسی‌ها باباش خسته بود، حوصله نداشت، بد اخلاق بود، یکی مادرش حوصله نداشت، خسته. اون هی ببینه تو قربون صدقه بچت میری، خب دل اون میشکنه دیگه. حالا شما میخوای لباس خوب و شیک و پوشیده، بعد میخوای لباس باز بپوشی، اینو جای مناسبش بپوش، نه جایی که خب حالا بگذار. پس معنی مومن چی شد؟ ریش و سیبیل و اینا؟ نه 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 نه. مومن یعنی ایمان به خدا؟ نه. معنی مومن میدونی یعنی چی؟ که البته بهتر از من. مؤمن یعنی محل امنیت. مؤمن اسم خداست.
هول نمیدونم باری المهیمن المؤمن الی آخر. مؤمن اسم خداست. مؤمن اسم خداست. یعنی چی؟ یعنی محل امنیت. این یعنی مؤمن. حالا من و تو مؤمنی؟ محل امنیتی؟ حالا یه مثال بزنم. 2 تعمیرگاه هست تو محل شما. یکی ارمنیه، یکی مسلمونه. تو ماشین تو پیش کدوم میبری؟ من یکی که پیش ارمنیه میبرم. پیش اون احساس امنیت بیشتری میکنم. اون ارمنیه از نظر من مؤمنه. اصلا تعریف کلمه مؤمن برای اونه. ماشین ها پیش مسلمونه نمیبرم، پیش ارمنیه میبرم. ما با کی جنگیدیم؟ ما 8 سال با کی جنگیدیم؟ ما با کافر جنگیدیم؟ نه بابا، ما با مسلمان جنگیدیم. با سنی ها نجنگیدیم، ما با مسلمان شیعه جنگیدیم. کلن 4 کشور شیعه اگر در دنیا باشه، یکیش ایرانه، یکیش عراقه. همین 2 با هم جنگیدن. ما هم شیعه بودیم، اونا هم شیعه. حالا ما میریم تو کشور اونا زیارت امام حسین و اکثر امامای ما تو عراقن. اونا هم میان کشور ما زیارت امام رضا. ما با اونا جنگیدیم. ما اصلا با غیره، ما با مسیحا کار نداشتیم که، ما با یهودیا کاری نداشتیم که، ما با مسلمان شیعه جنگیدیم. حالا اون سواله اینه، چرا ما که مسلمونیم دینمون انقدر خوبه، آخرین دین فلانه، انقدر بدبختیم، خارجی‌ها انقدر خوشبختن؟ این سوال است. سوال اینه. برای منم بود. بعضی از شماها مستقیم هم از من پرسیدین، بعضی هم تو ذهنتون هست. جوابش اینه که چون خدا به اونها فرصت داده که اونها، خوب گوش کن دارم جوابشو میدم. چرا ما که مسلمونیم کشورامون عقب افتاده و بد و اینجوریه، اونها که کافرن، مشروب میخورن، به قول معروف اینها زندگیشون خوبه؟ جواب: خدا به اونها فرصت داده که گناهان بیشتری انجام بدن که بعداً پوست بیشتری ازشون بگیرن. این جوابیه که به ما میدادن همیشه. عجب خدای ظالمیه. یعنی تو ببینی بچت داره مثلا یه خط میکشه رو دیوار، به خاطر این خط میتونی با یک چک کوچیک یه نوازشش بکنی، اجازه میدی این بچه 20 تا خط بکشه که بعداً با 20 چک و احیانا با کمربند ازش پذیرایی کنی؟ داستان میدونی چیه رفیق؟ داستان اینه که ما نه مسلمونیم، نه مؤمنیم، نه متقیم، نه فناوردی. خلاصش اونی که میبینی خارجیه، اون مسلمونه، مؤمنه، متقیه، در حد خودش خوب پیشرفتن میکنه. شما 2 جنس میذارن جلوت، میگن آقا این ساخت ایران، این ساخت آلمان، کدومو برمیداری؟ اصلا رو ایرانیه به لا اله الا نگاه حاضر نیستی بکنی. خب معلومه. چرا؟ چون تو به آلمانی اعتماد داری. میگه آقا این ماشین مرسدس، این ماشین بی ام دبلیو، این ماشین اودی، این ماشین پورش، اینا آلمانی هست. اینا ماشینای ریلایبلن. ریلایبل یعنی قابل اعتماد. ریلایبیلیتی یعنی قابلیت اعتماد. ریلایبل به معنی قابل اعتماد اسم نیست، این اسم فاعله. میگن he is a reliable person، یعنی آدم قابل اعتماد، یه اسم فاعله. پس بنابراین شرکت مرسدس بنز شرکت مؤمنیه. مؤمن یعنی قابل اطمینان، اسم خداونده. وقتی میگیم خداوند مؤمنه یعنی تو در کنارش امنیت داری. تو در کنارش امنیت داری. دزد مؤمن نیست چون تو در کنارش امنیت نداری.
آدمی که نماز میخونه، روزه میگیره، ولی ممکنه تو رو بزنه، ممکنه بد اخلاقی کنه، ممکنه جیب تو بزنه، تو در کنارش احساس امنیت نداری، مؤمن نیست. مؤمن بودن به نماز خوندن و نخوندن نیست که نماز خوندن عجب قوقایی. مؤمن بودن نبودن به مشروب خوردن و نخوردن نیست که من نمیخورم مشروب، نمیگم چیز خوبیه نمیگم چیز بدی، اصلا نمیدونم فقط من نمیخورم. حالا به اینا نیست. اون بابای مشروبش هم میخوره اما مؤمنه. همسایش اگه کلیدشو بده دست این بره، این نمیترسه که بیاد بره چیز کنه، دست به وسایلش بزن. در کنار این امنیت. آیا تو در همسایت در کنار تو امنیت داره؟ زنت در کنارت امنیت داره؟ شوهرت در کنارت امنیت داره؟ بچه‌ت امنیت داره؟ جامعه در کنار تو امنیت داره؟ آیا من معلمی که یکی میاد بچه‌شو میذاره سر کلاس دانشگاه من یا میفرسته برای مشاوره با من، این امنیت داره؟ اگه من کسی که در کنارمه امنیت داره میشم مؤمن. ماجرا اینه که دنیا به واقعیت پاسخ میده، نه به ظواهر. وگرنه پوشیده تر از داعش که ما کسی نداریم، که مسلمان تر از داعش که کسی نداشتیم، که قرآن خونتر و فلان. خب اینا امنیت داشتن؟ آیا شهرهایی که داعش میرسید اونجا اونا در امنیت بودن؟ شهرهایی که داعش میرسید نابود بود شهر، مردا رو میکشتن و زنا رو به زنجیر میکشیدن و میفروختن. جهاد نکاح. پیامبر اسلام چی؟ وقتی مکه رو گرفت چی؟ بزرگترین دشمن پیامبر عموی پیامبر بود، ابو سفیان. خدا پیامبر خونه ابو سفیان رو خانه امن اعلام کرد. وقتی رسیدن مکه رو فتح کردن، فریاد میزدن که امروز روز انتقامه. پیامبر چیز پرچم گرفت ازش، داد دست حضرت علی، گفت امروز روز بخششه، امروز روز انتقام نیست که امروز روز بخششه. شما چرا میری حرم یک امامی حال خوبی به دست میده؟ چون اونجا امنیت داری، احساس امنیت میکنه. پس اون امام مؤمنه، پیامبر مؤمن. تو اگر پیش حضرت مسیح بودی احساس آرامش نمی کردی؟ می ترسیدی حضرت مسیح جیبت تو بزنه؟ می ترسیدی حضرت مسیح اختلاس کنه؟ می ترسیدی حضرت یوسف مثلا به ناموست نظر داشته باشه؟ نه، چون اونا مؤمنن. یعنی در کنار اونها تو احساس من و تو احساس امنیت میکنه. به همین دلیله که شما میبینی کشورهایی مثل ایران، افغانستان، حالا من با سیاست جهانی اینا کاری ندارم، نه اینکه بی اطلاع باشم از اینا، میدونم، ولی حالا در کلشو ببین، ایران و عراق و افغانستان و سوریه و اینجور کشورها از همه مسلمان‌تر، از همه بدبخت. یارو جای مهر رو پیشونیشه، یعنی یه جوری جای مهر رو پیشونیشه که انگار به ترقه سجده کرده دیگه، چون فقط امکان داره که ترقه منفجر بشه که پیشونیش اونجوری بشه. چون شما آیت الله های بزرگ، عرفای بزرگ هیچ کدوم پیشونیشون اینجوری نبوده که. من عارف بزرگ از نزدیک دیدم، صورتش مثل ماه روشنه، پیشونیش یک خط نداره، یک لکه نداره. بعد این مدیری که پیشونیش سیاه شده از شدت سجده، یعنی از اون عارف به خدا نزدیکتره. عجب. اصلا چجوری ممکنه یه مدیری از 8 صبح تا 8 شب جلسه کاری داشته باشه، پشت جلسه، بعد شب هم تا صبح سجده کنه که جای مهر بیفته رو پیشونی؟ بعد ما به اون میگیم مؤمن؟ بعد پول ملت رو برمی‌داره میدزده میره از این مملکت. آیا مردم کنار اون احساس امنیت دارن؟
پس حالا ما یه تعریف جدیدی، البته اینا رو قبلا با هم صحبت کرده بودیم ولی امروز دوباره صحبت، ما یه تعریف جدیدی از اسلام، مسلمون و کافر و کفر و مؤمن داریم، مشرک و شرک و حالا متقی رو هم که قبلا گفتم دیگه، یعنی کسی که خودش رو کنترل کنه. باید آدم متقی باشه که مؤمن بشه، باید آدم متقی باشه که مؤمن بشه، یعنی سلف کنترل داشته باشه، یعنی خودش رو کنترل کنه که مؤمن بشه، که محل امنیت برای دیگران بشه. چقدر خوبه من و تو محل امنیت بشه، چقدر خوبه یکی نترسه پولش رو بده دستم. عجیب دورانی، عجیب دوران. رفیق صمیمی، از رفیق صمیمی تو مسائل مالی یه چیزی برای خودش برمی‌داره، یه درصدی برای خودش برمی‌داره. بابا اگه دشمنت هم باشه نباید این کارو بکن. حضرت علی میگه اگه وسط جنگ دشمن شمشیرشو به من به امانت بده، من در امانتش خیانت نمی کنم، شمشیرشو بهش پس میدم. یارو دزد بوده، قافله می دزدیده، قافله رسیده یه جای گیر افتاده، یکی از اون افراد قافله پول و طلا و جواهرشو برداشته زده تو کوه، رفته دیده یه عده‌ای گفته تو رو خدا این امانت پیشتون باشه بعدا ازتون میگیرم. گفتن باشه بذار اینجا، گذاشته اونجا رفته. بعدن دزدا زدن به قافله، بعد دیده اینی که رفته پول طلا و جواهرشونو گذاشته همون دزدان، اومدن قافله رو لخت کردن. بعد که کارشون تموم شده پول و وسایل این یارو رو بهش دادن، گفتن اونی که ما دزدیدیم که هیچی، ولی این چون امانت پیش ما بوده دست نمیزنیم. ببین چه دزد با شرفی بوده یارو. این داستان رو تعریف میکنن، به نظر من داستان درستیه. اون زمانی که مسلم از یاران حضرت امام حسین رفته بوده به کوفه و خلاصه پیش هانی یکی دیگه بوده و اینا تو خونهشون، اون یکی از اون سران نمیدونم والا ابن زیاد بوده کی بوده، اونو تو خونه میارنش. بعد یکی از اینا قایم شده بوده اون پشت، بعد اون یکی میگه وقتی این اومد مثلا من سرفه میکنم تو بیا بیرون اینو با شمشیر بزن. بعد هر چی سرفه میکنه اون نمیاد بیرون، اونم میفهمه یه کاسه زینیم کاسه است، اخونه میزنه بیرون. بعد که میره به اون یکی میگه، مثلا هانی به مسلم میگه یا چرا نیومدی اینو با شمشیر بزن؟ میگه کار ما نامردی نیست، کار ما نامردی نیست. مومن یعنی کسی کنارش امنیت داشته باشه. من و تو به کارخونه بنز مؤمن تری، من و تو گارانتی های ایرانی رو قبول نداریم. میگیم آقا این اسمش گارانتیه، یه پولی هم میگیره، روزی که خراب بشه جواب ما رو نمیده. اما اگه بنز گارانتی بکنه حتما جواب تو، اگه بی ام و گارانتی کنه حتما جواب تو، اگه پورش گارانتی کنه حتما پای حرفش وامیست. اگه یه تعمیرگاه ارمنیه، یه تعمیرگاه مسلمان، همه دوست داریم بریم پیش تعمیرگاه ارمنی، چون پیش اون امنیتمون بالاتره، چون پیش اون احساس آرامش میکن. حالا میبینی با این تعاریف میبینی خیلی آدم ها، نه اینکه اونا اونجا بهشت چی میگن مدینه فاضله باشه، نه، من سالها انگلستان بودم، رفتم اومدم، میتونم از نزدیک، اونها هم هزار ایراد دارن، هزار مشکل دارن، ولی به همون نسبتی که زندگی اصلی دارن به همون نسبت هم آدم های خوبتریه. این ماجرا خدا اونها فرصت نداده که گناهان بیشتری بکنن که انتقام سختری بگیره. اگه یه همچین جمله‌ای هم در قرآن هست یا نقل قولی هست، اینا یه مفاهیمی داره، اینا یکی اینجوری نیست ماجرا. که اینجوری باشه آدم از این خدا امنیت نداره، که خدا مؤمنه، یعنی خدا یعنی آدم کنار خدا امنیت.
آدم کنار خدا امنیت داره. این ماجرا رفیق. پس این شد جواب سوالی که چرا این سوال در واقع این چرا خارجی ها که نماز نمیخونن و مشروب میخورن نمیدونم حجاب ندارن و این چیزایی که اصلا به هیچی نمیارزه اینا هم، ولی ما مسلمونیم و نماز و حجاب و ریش و پشم و مسجد و اینها، ولی اینجوری نه بابا. آدم داریم، خانوم داریم، چادری بسیار در زیر چادر همش دنبال غیبت و فلان. آدم داریم چادری بسیار انسان، بسیار پاک. آدم داریم ریش داره بسیار بد. آدم داریم ریش داره بسیار خوب. آدم داریم ریش نداره بسیار بد. آدم هم داریم ریش نداره بسیار خوب. اصلا به ظاهر نیست، هرچند که باید ظاهر رو هم رعایت کرد. بنده نباید بگم من چون پسر خوبیم حالا لخت میرم تو خیابون. نه بابا، اینجا فرهنگ اینجا درست نیست من با یه شورت برم تو خیابون. زن و بچه مردم خوب نیست. کما اینکه من دوست ندارم وقتی دخترم تو خیابون یک آقای دیگری با شورت جلو دخترم باشه. بله توی کشور دیگه همه شلوارک پاشونه، نه شورت. همه شلوارک پاشونه. خب بنده هم اگر با دخترم برم اونجا، من هم شلوارک پامه، اگه یه آقای دیگه هم شلوارک پاش باشه جلو دختر من اشکالی نداره. فرهنگ اونا اونجوریه. فوقش من نمیپسندم، نمیبرم دخترمو دیگه. اما نه اینجایی که تو جامعه‌ای که مثلا ما تو آپارتمانی که زندگی میکنیم، زن و بچه مردم، من از صبح تا شب با یه رکابی و با یه شورت مثلا تو این خونه با یه مایو، هی برو بالا تو آسانسور، هی بیا پایین جلو زن و بچه مردم. بعدم میگم نه ما روشن فکریه بابا، ما مثل شما قنبل نیستیم که خودمونو بپوشیم. به قنبل بودن نیست که. شما شاههای جهان رو نگاه کن، کدومی که از اینا با شورت میرن؟ همین الان دیپلمات‌های جهان رو نگاه کن، همین الان خانوم‌هایی که رئیس جمهور جهانن، مثل خانم آنگلا مرکل، مثل خانومی که رئیس اتحادیه اروپا، اینا کجا توی با یه لباس بازی میرن تو مجلس سنا؟ همین سناتورای امریکا، رئیس نمایندگان کنگره در امریکا، در انگلستان، کدومی که از اینا با لباسای پلنگی میرن، با ساپورت، مثلا با یه رکابی و یه ساپورت و یه مانتوی جلو باز میره مثلا تو مجلس سوئد؟ همه اینا بابا کت شلوار میپوشن، کت و دامن میپوشن، لباساشون پوشیده است. حالا ماشون حالا رو سرشون نمیکنن دیگه، فرهنگ اون کشور. بعد دیدم کنار اونا بیشتر امنیت داره یا این ورکن امنیت داره. اینه ماجرا. ما باید مسلمون واقعی باشیم، یعنی تسلیم حق باشیم، نه دنبال ظواهر، که ظواهر هم رعایت کنیم آنچه که درسته. ما باید مؤمن واقعی باشیم، یعنی دیگران کنارمون امنیت داشته باشن. حالا میخوایم نماز بخونیم نخونیم، میخوایم ریش بذاریم نذاریم، ما باید همسایه در امان باشه، دشمن هم حتی در امان باشه. دشمن بدون آقا بگه این با من جنگ داره، این به بچه من کاری نداره. امام حسین تو روز عاشورا چی گفت؟ وقتی دیگه تنها شد و اونا میخواستن به خیمه ها حمله کنن، گفت ببین دین نداری آزاده باش، با من جنگ داری منو بزن. ببین اگه سپاه یزید این کارو میکرد، امام حسین رو میزد لعو لورده میکرد، مثل الان که زده کشته، اما دست به بچه ها نمیزد. 5 تا فرمانده جوان مرد وقتی که زدن امام حسین رو کشتن، 5 تا فرمانده می اومدن وا میستادن جلو بچهای امام حسین، میگفتن کسی پاشو بذاره جلو تیکه تیکش میکنیم. دفاع میکردن، میگفتن آقا ما با حسین جنگ داشتیم، با بچهش جنگ نداریم. دست به این زن و بچه کسی بزنه اینجا آتیشش میزن. بعد ببین حادثه کربلا اینجوری میشد، اونا اینقدر سرشکسته میشدن. نصف سرشکستگی اونا به خاطر اینه که به زن و بچه ها حمله کرد. نصف سرشکستگی اونا برای اینه که تو جنگ آب رو به امام حسین بست. ولی امام حسین وقتی لشکر هر رسید به اسبای اونا هم آب داد. این میشه مؤمن. تو جنگ با مؤمنم نمی ترسی. حالا ازت یه سوال میپرسم. یه فرمانده های آدم حسابی ما داشتیم، مثل شهید همت.
مثلا شهید باقری، اینها شهید زین الدین. فرض کن اینا حمله میکردن توی یه جای پیروز میشدن، زن و بچه یارو میموند. اینا تجاوز میکردن به زن و بچه یارو؟ نه. اگر خود یارو هم اسلحه‌شو مینداخت اینا کاریش نداشتن. اینا مثل جهان پهلوان تختی بودن. وقتی رد شد، دید اون پاشو دارن پانسمان میکنن، حریفشو رد شد، فقط دید مبارزه‌شو کرد، قهرمان شد، مدالشو گرفت، اما به اون پا حمله نکرد، به پای ضعیف حمله نکرد. اون شد جهان پهلوان تخت. این ماجرا. اگه یه فرمانده بزرگ باشه، زن و بچه دشمنشو اسیر نمیکنه، اذیت نمیکنه، حتی از اونا مراقبت میکنه. اما اگر یه آدمی این مؤمن نباشه، زن و بچه دشمن که هیچی، به زن و بچه رفیقش هم رحم نمیکنه. و خدا باید ما رو حفظ کنه ها. حالا ما این حرفا رو میزنیم، یه وقت اونایی که این حرفا رو میشنون فکر میکنن که ما به این حرفا عمل، یعنی میگن حتما علیرضا که این حرفا رو میزنه مؤمنه دیگه، آدم‌ها کنارش امنیت دارن. و وای از اون روزی که خدا لحظه آدم رو به حال خودش پاسخ ندادم به اون پرسش بزرگه، به این پرسش میانیه پاسخ دادم که چرا خارجی ها بعضشون بهتر از ما ایرانی هست، که خلاصش میشه به خاطر قوانین جهان. قوانین جهان هم به آدم مسلمون مؤمن متقی همه چی میده. مسلمون مؤمن متقی هم ریش و چادر و پشم و اینا نیست. مسلمون مؤمن متقی یعنی تسلیم حق، خودش رو کنترل میکنه، دیگران کنارش امنیت دارن. حالا میخواد ریش داشته باشه یا چادر یا نداشته. دیگه جواب همون سوال اصلیه که بزرگتر از اینه که ما چرا اومدیم تو این دنیا، اصلا چرا خلق شدیم، قبل این دنیا کجا بودیم، بعد این دنیا کجا میریم، اصلا داستان چیه. اونو مجبورم جلسه دیگه بگن، چون الان 1 ساعت و 26 دقیقه هست که دارن صحبت میکنن. دیگه الان بخوام وارد اونشم باید یه نیم ساعت سروپم راجع به اون صحبت کنم. اونو انشالله برای جلسه دیگه میذارم. خیلی مخلصیم، روی ماهتون رو میبوسم، دوستتون دارم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.